سلام دوستان، مهدی هستم از کانال بلک امرالد. امیدوارم که همیشه حال دلتون عالی باشه. خب بدون مقدمه چینی میریم سراغ اصل مطلب. برای ساخت این پاور بانک ما چیا میخوایم؟ اول اینکه یه جعبه یا یه باکسی که هرچی که دارید میتونید تهیه کنید. ترجیحاً بهتره که یه جنس عایقی باشه که توش اتصال نکنه، مثل چوب و پلاستیک. دوم چیزی که میخوایم یه باتری قابل شارژه که هر باتری که در دسترستون باشه میتونید بزنید، فقط قابل شارژ باشه و این که 3.7 ولت بشه یا هم که 5 ولت و خروجی بده. دومین چیز یه دونه ماژول پاور بانک یا یه ماژولی که بتونه باتری رو شارژ کنه و بهتون خروجی بده و 2 تا تیکه سیم برای مثبت و منفی مدار. اول از همه اینکه من سیمامو وصل میکنم به مثبت و منفی باتری یا همون بی مثبت یا بی منفی ماژول. اینجا ویدیو رو کات میکنم و دوباره میام پیشتون. خب دوستان، همونطور که میبینید من اینو لحیمش زدم. حالا بی مثبت رو باید وصل کنید به قسمت مثبت باتریتون و بی منفی رو هم باید وصل کنید به قسمت منفی باتریتون که من اینجا رو کات میکنم، اینو براتون لحیم میزنم و برمیگردم. دوستان فقط یه چیزی، این که قسمت مثبتش میشه این سمت این باتریا. اگه از این باتریا دارید مثبتش میشه اونور، منفیش که میشه اونور. معمولا مینویسه رو خودش. این ویدیو رو الان کات میکنم. خب دوستان، لحیم این سمت هم زدیم، بی مثبت وصل شد به مثبت باتری و بی منفی هم وصل شد به منفی باتری. اگر خواستید که ظرفیت این پاور بانکتون بیشتر باشه میتونید باتری های دیگه ای رو هم باش موازی کنید. یعنی چی؟ یعنی این باتری هایی که مثلا استوانه من دارم هست، میتونید مثلا 5 تا باتری دیگه کنارش بزنید و یه سیم به این جوری که دیدید به هر سمتش وصل کنید به صورت موازی و بعد اینو میذارید توی باکستون. یه ماژول قوی تر هم میتونید براش بذارید که اوکی باشه. خب من اینو میذارم توی باکس. الان اینو من توی باکس گذاشتم، میریم برای اینکه تستش کنیم. یه کابل میارم بهش وصل میکنم، اون سرشم که وصل میکنم به گوشی. خب دوستان، دیدید که کار کرد. اگه این ویدیو براتون مفید بود و دوست داشتید لطفا دکمه لایک رو بزنید و لطفا با سابسکرایب کردن از من حمایت کنید.